پایان داستان مولوی مهدی، فرمانده پیشین جنگی هزاره تبار طالبان پس از اسارت تیرباران شد. تهران و سردرگمی رابطه با همسایه، نماینده ایران به واکنش‌ها در مورد گفته‌هایش درباره جبهه مقاومت توضیح داد. غیر نظامیان در چنگال طالبان، ده‌ها غیر نظامی پنجشیری توسط طالبان بازداشت شدند. و ترس از تکرار تاریخ، سناتور امریکایی از احتمال حمله بر ایالات متحده از خاک افغانستان هشدار داد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. وزارت دفاع طالبان ادعا می کند که مولوی مهدی رئیس پیشین استخبارات طالبان برای بامیان را در نقاط مرزی ولایت هرات با ایران کشته است. این وزارت روز چهارشنبه 26 اسد گفت که مولوی مهدی از سوی نیروهای سرحدی طالبان کشته شده است. مولوی مهدی تنها فرمانده هزاره تبار طالبان بود که پس از تسلط این گروه بر افغانستان برای مدت کوتاه رئیس استخبارات طالبان در بامیان مقرر شد. او پس از برکناری از این سمت به زادگاه خود به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل رفت و به دلیل عدم حضور هزاره‌ها و شیعیان در حکومت طالبان از صف این گروه جدا شد. او در ولسوالی بلخاب صدها تن از پیروان مسلح خود را بسیج کرد و علیه طالبان جنگید. طالبان در اوایل ماه سرطان سال جاری با اعزام هزاران نیروی نظامی به بلخاب نیروهای مولوی مهدی را سرکوب کرد. در پی عملیات نظامی طالبان در بلخاب، سازمان ملل اعلام کرد 27,000 نفر از ساکنان این ولسوالی به دلیل درگیری‌ها آواره شدند. شمار از سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادند که طالبان در عملیات نظامی به بلخاب غیر نظامیان را نیز کشتند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است که از سخنانش در مورد جبهه مقاومت ملی مبنی بر امریکایی خواندن این جبهه تعبیر نادرست صورت گرفته است. آقای قمی در یک نشست خبری گفته است که ایران نخستین کشور بود که پس از تسلط طالبان گفتگوها میان رهبر جبهه مقاومت و طالبان را میزبانی کرد. نامبرده تصریح کرده است که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نماینده بخشی از جامعه این کشور است و از مردمش در برابر طالبان حمایت می‌کند. او تاکید کرده که هرگز احمد مسعود و جبهه مقاومت را آمریکایی نگفته است. آقای قمی همچنین اضافه کرده تا زمانی که یک حکومت همشمول در افغانستان ایجاد نشود، تهران طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. ایشون به عنوان بخشی از واقعیت جامعه افغانستان امروز دلش برای این کشور، رشد این کشور، سازندگی این کشور میتپد. احمد مسعود به دنبال این هست که از مردم خودش حمایت کنه. احمد مسعود به دنبال این است که اگر بتواند با دولت کابل به تفاهم برسد این کار رو بکنه. موضع جمهوری اسلامی در قبال. در همین حال محمد رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در افغانستان، میگوید هیچ نشانه‌ای ندیده است که هدف رویکرد جبهه ملی مقاومت افغانستان متأثر از کشورهای غربی باشد. این در حال است که چند روز قبل شمار از رسانه‌ها به نقل از آقای قمی گزارش داده بودند که ایالات متحده آمریکا جبهه مقاومت ملی را برای ایجاد آشوب و جنگ‌های قومی و مذهبی در افغانستان ایجاد کرده است. جبهه ملی مقاومت در حقیقت من هنوز شخصا هیچ نشانه‌ای ندیدم که این جبهه در واقع هدفگیریش و رویکردش متأثر از حمایت‌هایی باشه که از طرف کشورهای غربی داره دریافت میکنه. من همچین رویکردی رو، همچین نشانه‌ای رو دریافت نکردم تا الان. خب منابع موثق از بازداشت حدود 100 باشنده پنجشیر در ولایت‌های کابل، نیمروز و پنجشیر از سوی طالبان خبر می‌دهند. چندین منبع معتبر روز سه‌شنبه 25 اسد در صحبت با آماج نیوز گفتند که این تعداد افراد از 2 روز به این سو در ولایت‌های پنجشیر، کابل و همچنان مسیر کابل نیمروز از سوی طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع از میان حدود 100 غیر نظامی 18 تن آنان از مسیر کابل نیمروز بازداشت شدند. منابع می‌افزایند که افراد بازداشت شده غیر نظامی هستند و با هیچ گروه ارتباط ندارند. منابع همچنان گفتند که طالبان پس از آن که در درگیری‌های اخیر با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر تلفات سنگینی را متحمل شدند، دست به
بازداشت‌های گسترده غیر نظامیان زدند. پیش از این نیز طالبان در جریان درگیری‌ها با جبهه مقاومت ملی صدها غیر نظامی را بازداشت، شکنجه و در برخی موارد به قتل رساندند، اما همواره این ادعاها را تکذیب کردند. لندسی گراهام، سناتور شناخته شده جمهوری‌خواه امریکا، گفته است که احتمال یک حمله دیگر بر خاک امریکا و متحدین این کشور که منشأ آن افغانستان باشد وجود دارد. گراهام در گفتگو با یک تلویزیون امریکایی با اشاره به خروج شتاب زده نیروهای امریکایی از افغانستان گفته که احتمال حمله دیگر به ایالات متحده و متحدین آن به دلیل عملکرد عجولانه جو بایدن از افغانستان وجود دارد. او افزوده است: ما هیچ جنگ را پایان ندادیم، جنگ جدید را آغاز کردیم. این سناتور امریکایی اضافه کرده است قبل از اینکه تروریسم از افغانستان به امریکا مهاجرت کند فقط به زمان نیاز است و مسیر احتمالی آن سرحد شکسته جنوبی مکزیکو است. نامبرده بیان داشته است که کمپ‌های القاعده در افغانستان در حال ظهور است و تاریخ تکرار می شود و این همه قابل جلوگیری بود. به گفته او طالبان، القاعده و شاخه خراسان داعش با هم یک وجه مشترک دارند. این سناتور امریکایی افزوده است داعش بر ضد القاعده می جنگد و القاعده با طالبان همسو است. وجه مشترک میان این سه گروه چی است؟ آنان اسلامگرایان رادیکالند. این گفته های آقای گراهام در حال مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهور امریکا بارها از نحوه خروج نیروهای کشورش از افغانستان دفاع کرده است.